سلام خدمت همه دوستانی که هم در سالن تشریف دارن هم دوستان مجازی. خیلی خوشحالم که به دومین ژورنال کلاب ما اومدید و این دفعه در خدمت آقای کیارش بنان هستیم از دانشجوی ارشد دانشکده که در مورد ارزیابی پیشرفته پرش و محاسبه ارتفاع قراره صحبت کنن و خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستیم. کیارش جان لطفاً. سلام و عرض ادب دارم خدمت دوستان و اساتید گرامی. یه تشکر ویژه بکنم از عزیزانی که به صورت مجازی تشریف آوردن. امیدوارم که جلسه امروز مثمر ثمر واقع بشه. در جلسه ژورنال کلاب شماره 2 قرار هستش که در مورد ارزیابی ارتفاع پرش بحث بکنیم. ابتدا یک مروری از مطالبی که قرار هست ارائه بشه داشته باشیم. اولش یک توضیح کلی و معرفی در مورد مباحث پایه کار خدمتتون عرض خواهم کرد. بعدش به معرفی مقاله‌ای که قرار هست خدمتتون ارائه کنیم صحبت می‌کنیم. بعدش در مورد خود روش‌های محاسبه ارتفاع پرش خدمتتون عرض خواهم کرد و در نتیجه در انتها هم در مورد نتیجه گیری و توصیه‌هایی برای آینده در خدمتتون هستیم. خب یک مروری بر ژورنال کلاب شماره 1 داشته باشیم. اینکه جلسه قبلی آقای امیرحسن لطف کردن و در مورد متغیرهایی که مناسب بودن و ما میتونستیم از پرش کانتر موومنت جامپ استخراج کنیم خدمتمون گفتن. اولا که خود کانتر موومنت جامپ رو توضیح دادن به عنوان یک تستی که خیلی رایج هستش و معمولا برای ارزیابی عملکرد اندام تحتانی افراد مورد استفاده قرار میگیره و اینکه اومدن توضیح دادن که متغیرهایی که ما میتونیم از این پرش کانتر موومنت جامپ استخراج بکنیم تعداد خیلی زیادی دارن و ما میتونیم بیایم اینها رو یک دسته‌بندی بهشون بدیم که معمولا در 3 نوع دسته‌بندی قرار میگیرن. یه دونه از اینها متغیرهای مربوط به پرفورمنس هستش، متغیرهای مربوط به کینتیک هست و متغیرهای مربوط به کینماتیک. بعد از اون بررسی انجام دادن که ببینن کدوم یک از این متغیرها میتونه برای ما اعتبار بیشتری داشته باشه و در نهایت بهتر بتونه عملکرد پرش کانتر موومنت جامپ رو توضیح بده. که در نهایت متوجه شدیم که متغیرهایی که مربوط به عملکرد هستند اعتبار بالاتری دارن که این متغیرهای عملکرد شامل ارتفاع پرش، سفتی پا و شاخص قدرت واکنشی یا RSI هست. خب. حالا میخوایم بررسی کنیم ببینیم که اصلا ارزش و اهمیت این ارتفاع پرش برای ما چی هستش. ببینید شما در خیلی از ورزش‌ها این پرش یکی از فاکتورهای خیلی مهم هستش که میتونه مستقیما روی نتیجه ورزشکار و یا تیم‌ها تأثیر بذاره. بنابراین مهمه که بیایم ما یک شاخصی که میتونه خیلی خوب این رو بازتاب بده عملکرد پرش رو مورد بررسی قرار بدیم. که بهترین شاخصی هم که میتونه این رو بازتاب بده همین شاخص ارتفاع پرش هستش و مشخص هست. دومین چیزی که اهمیت داره این که اصلا ما خود این ارتفاع پرش رو چگونه تعریفش میکنیم، اصلا یعنی چی؟ ببینید اصلا بحث از همینجا شروع میشه که معمولا 2 تا تعریف متفاوت برای این ارتفاع پرش وجود داره. دقت که بکنید توی عکس بالا نقطه که با قرمز نشون داده شده مرکز جرم فرد هستش و در حالتی هستش که این فرد ثابت ایستاده روی 2 پا. خب زمانی که پرشش رو انجام داده و میبینید که به نقطه اوج رسیده جایگاه حالا سنتر آف مسش مشخص هستش. ما این رو میایم به عنوان جامپ هایت 1 یا ارتفاع پرش 1 در نظرش میگیریم و معمولا تا آخر این ارائه هم باش سر و کار داریم. پس این اولین مورد هستش. مورد دوم سنتر آف ماس رو میبینید در لحظه‌ای هستش که فرد داره پاش از زمین جدا میشه. پس ما به این میگیم نقطه تیک آف به اصطلاح.
و فاصله نقطه تیکاف تا مقدار اوج پرش رو ما به عنوان جامپ هایت 2 و این هم یکی از تعریف‌های دیگه ارتفاع پرش برای ما هستش. جلوتر در مورد انواع پرش هایی که برای مربیان و محققین مهم هستش و معمولا بررسیش میکنن یک توضیح خیلی کوتاهی بدم. قسمت بالایی که میبینید پرش کانتر موومنت هستش که شخص ایستاده یک حرکت به سمت پایین انجام میده، حرکت ایسنتریک انجام میده و بلافاصله بعد شروع میکنه به بالا رفتن. این نشستن و بلند شدن به اصطلاح یک پدیده‌ای هست به نام چرخه کشش انقباض که بهش کمک میکنه که فرد بتونه بیشتر پرشش رو انجام بده. حالا مدل پرش دیگه‌ای که برای ما و محققین خیلی مهم هستش اینه که دراپ جامپ هستش. شما اگه دقت کنید شخص اول در یک ارتفاع از پیش تعیین شده قرار گرفته، فرود میاد و بلافاصله پس از اینکه پاش به زمین برخورد میکنه باید به بیشترین مقدار و با سرعت بیشتری هم پرشش رو انجام بده و به سمت بالا حرکت. حالا تفاوت عمده‌ای که این دو نوع پرش با هم دیگه دارن اینه که پرش کانتر موومنت جامپ درش افراد با سرعت کمتری از این چرخه کشش انقباض استفاده میکنن، یعنی تقریبا بیشتر از 250 میلی ثانیه طول میکشه که بخوان از این پدیده استفاده بکنن و میتونه و مناسب هستش برای اینکه قدرت انفجاری افراد رو اندازه گیری بکنه. اما دراپ جامپ چون فرد به سرعت پس از اینکه پاش برخورد بکنه باید به سمت بالا بپره، از وقت کمتری داره تا از این چرخه کشش انقباض استفاده کنه، پس سرعت استفادهش بسیار بالا میشه و این میتونه ارزیابی بکنه که چقدر این فرد اصلا توانایی این رو داره که بخواد از این پدیده کمک بگیره. و اینکه ما زمانی که به عنوان یک محقق بیایم هر دو تا این پرش ها رو بررسی بکنیم میتونه یک رویکرد خیلی کلی نسبت به عملکرد ورزشکار به ما بده. خب حالا مطالعه هم که خدمتتون آوردم یک سیستماتیک ریویو هستش که به ارزیابی روش‌های مختلفی که ارتفاع پرش رو ما باهاش میسنجیم پرداخته در حالا پرش‌های دراپ جامپ و کانتر موومنت جامپ. کلا هدفشون همین بوده که به صورت انتقادی بیان بررسی کنن ببینن که کدوم یکی از این شاخص‌هایی که افراد میتونن گزارش بکنن، کدوم یکی از این روش‌ها روش معتبرتری هستش، از چه لوازمی بهتره با کدوم روش استفاده کنن و نکات مثبت و منفی هر کدوم از این روش‌ها رو هم بیان کردن که توی ژورنال اسپورت مدیسن هم چاپ شد. خب نویسنده‌های این مقاله رو هم مشاهده می‌کنید که افراد بسیار سرشناسی هستن توی حوزه قدرت و بدنسازی و عمدتاً هم از کشور انگلیس و آمریکا هستن. خب مقالاتی که اومدن بررسی کردن از سال 2000 تا 2022 مواردی بوده که درش افراد اومدن پرش‌های کانتر موومنت جامپ یا دراپ جامپ رو بررسی کردن، حداقل 2 تا روش محاسبه پرش رو بررسی کردن و اینکه از پایگاه‌های داده اسپورت دیسکاس، مدلاین و پابمد هم این مقالات استخراج شدن. در انتها 21 مقاله با این ضوابط ورود همخوانی داشتن که حدوداً 19 تاشون یعنی بخش خیلی زیادیشون مربوط به پرش کانتر موومنت بوده. یک مقاله فقط اومده بود دراپ جامپ رو بررسی کرده بود و یک مقاله هم دراپ جامپ رو بررسی کرده بود و هم کانتر موومنت جامپ. اولین برداشتی که از این مقاله میتونیم داشته باشیم دسته‌بندی لوازمی هستش که ما میتونیم بیایم ارتفاع پرش رو باهاش اندازه بگیریم. ببینید این 2 تا دستگاهی که هستش، یه دستگاه موشن کپچر هستش و یک دستگاه فورس پلیت که این 2 تا رو به عنوان گلد استانداردهای آزمایشگاهی در نظر گرفتن. خب مشخصه که خیلی میتونن دقت بالایی داشته باشن و اینکه دیتاهای کینتیک و کینماتیک رو به ما میدن و اما مشخصه که این دستگاه‌ها هزینه برن، زمان زیادی برای ستاپشون ممکنه وجود داشته باشه
و اینکه در فیلد ما نتونیم استفاده بکنیم و بیشتر جنبه تحقیقاتی بتونن داشته باشن تا عمل کردیم. حالا یه سری در وسایل دیگه هم هستن که تحت عنوان وسایلی که یه ذره فرندلی ترن و افراد میتونن ازشون استفاده کنن، مثل نرم افزارهایی که میتونیم باهاش پرش رو اندازه بگیریم، مثل مای جامپ لب و یا جامپ مت هایی که هستش، شخص روش قرار میگیره، پرش رو انجام میده، و یا دستگاه هایی که مستقیما فرد میاد یک ارتفاعی رو تاچ میکنه، مثل دستگاه ورتک هستش که مستقیما ما میتونیم ارتفاع ازشون بگیریم. مشکلی که دارن اینها یه ذره دقتشون پایین‌تره. مثلا ما زمانی که بخوایم بر اساس ویدیو بیس از اپلیکیشن ها استفاده کنیم برای سنجش ارتفاع پرش، خیلی مهمه که فریم ریت دوربینی که باهاش فیلم میگیریم چقدر باشه و اون میتونه مستقیما نتایج ما رو تحت تاثیر قرار بده. جامپ مت های مشکل خیلی بزرگی که دارن اینه که ممکنه لحظه تو آف، یعنی زمانی که ما از مت جدا میشیم و زمانی که دوباره روش برمیگردیم رو به درستی نتونن تشخیص بدن و این میتونه مستقیما روی محاسبه ما تاثیر بذاره. و دستگاه ورتک که متاسفانه خطای انسانی درش خیلی دقیق هستش، هم شما به عنوان اندازه گیرنده و هم به عنوان کسی که انجام میدید این رو، که در اسلایدهای بعدی کاملا بهش میپردازیم. حالا از نظر روشی که ما میتونیم به این ارتفاع پرش هم برسیم، دو تا حالت وجود داره، روش‌های مستقیم و روش‌های غیر مستقیم هستن. روش مستقیم که خدمتتون گفتم وسیله جامپ اند ریچ هست، مثلا همون دستگاه ورتک که بهتون گفتم، و موشن کپچر که مستقیما حالا به صورت سه‌بعدی ما میتونیم ارتفاع رو اندازه‌گیری باهاش بکنیم. روش‌های غیر مستقیم نیاز دارن اینکه ما یک سری محاسباتی رو هم انجام بدیم و یه ذره کار پیچیده‌تر میشه که اسم این حالا روش‌ها یه دونه روش محاسبه ارتفاع پرش از روی زمان پرواز هستش، یه روش دیگه روش تکان اندازه حرکت یا ایمپالس مومنتوم هستش، و یکی دیگه هم هستش تحت عنوان 2 بار انتگرال گیری هستش که از نمودار نیرو زمان به دستش میارن که در آینده بهش میپردازیم. خب اولین متدی که ما میخوایم بررسی کنیم در مورد متد فلایت تایم هستش. زمانی که ما میخوایم از این روش استفاده بکنیم، فرضمون این هستش که کل فرد یک نقطه‌ای درش قرار داره، این نقطه سنتر آف مسش هست و ما اون رو به عنوان شاخصی از اون فرد در نظر میگیریم. تئوری اصلیش بر مبنای حرکت پرتابه ها هستش. خب زمانی که فرد اومده بالا و دوباره فرود داشته، زمانی که حالا این حرکت پرتابه یه سری ویژگی هایی داره، شما اگر زمان شروع حرکت تا اوج رو با زمان از اوج تا رسیدن به پایین ترین نقطه در نظر بگیریم، این دو تا زمان با هم دیگه یکسان هستش. ویژگی دیگه‌ای که داره اینه که سرعت در نقطه اوج 0 هستش و یک ویژگی خیلی مشخص هم هستش، شاخص میزان جاذبه زمین هم، شتاب جاذبه زمین هم یکسان هستش، یعنی حدوداً همون 9.8 در این رابطه قرار میگیره. خود فرمول هم زمانی که ما بخوایم حسابش بکنیم به صورت 1/2 ضرب در g که همون شتاب ما هستش، t تقسیم بر 2، یعنی یه دونه تایم از میزان اوج تا فرود رو ما فقط بررسی میکنیم، در این فرمول میذاریم و به علاوه یک ut هستش. این ut همون سرعت فرد در نقطه اوج هستش که 0، که ما اصلا میتونیم دیگه توی این معادله هم قرارش ندیم. خب حالا این روش یه سری محدودیت‌ها و یک سری منافع برای ما میتونه ایجاد بکنه. یه یادآوری به دوستان بکنید که شما در ابتدا تعریف کردیم برای ما که ارتفاع پرش یه شماره 1 برامون کردیم، شماره 2 تعریف ارتفاع پرش و با این روش از روش دوم در درسته میتونه در دقیقاً در محدودیت‌ها و چیزش دقیقاً درست هستش. بله. تعریف ارتفاع پرش هستش.
که خواستم حالا توی محدودیت و مواردش خدمت بچه‌ها عرض بکنم. خب که حالا جامپ هایت دور همونطور که استاد فرمودن این هستش که زمانی که فرد نوک پاش جدا میشه از زمین رو فاصله اون نقطه رو تا میزان اوج بررسی میکنن که همین جامپ هایت 2 هستش. خب حالا از منافعی که این مورد میتونه به ما بده اینه که با دستگاه‌های زیادی ما میتونیم اندازه‌گیری کنیم با این روش. ما مثلا از روش‌های ویدیو بیس، یعنی اپلیکیشن ها معمولاً بر این اساس استفاده میشن. از فورس پلیت میتونیم استفاده کنیم، از جامپ مت ها هم میتونیم استفاده کنیم. پس دست ما خیلی باز هستش و اینکه خیلی سریع هم میتونیم به یک جوابی برسیم درش. محدودیت هایی که داره اینه که فرضش این هستش که شما دقیقاً با همون حالتی که شروع تیک آفتون رو انجام بدید دقیقاً با همون حالت میخواید لندتون رو انجام بدید. ولی خب در واقعیت این اتفاق ممکنه نیفته. یه نفر ممکنه تکنیک پرش و فرودش یک شکل دیگه باشه، یه کسی ممکنه پاش رو یه ذره خم بکنه، یکی ممکنه اصلا پای راستش زودتر به زمین برخورد بکنه. پس این موارد میتونن خطا ایجاد بکنن. و اینکه حالا زمانی هم که اگر شما پاتون رو خم بکنید موقع لندینگتون این میتونه باعث بشه که ارتفاع پرش رو اصلا بیشتر براتون حدس بزنه. و در نهایت هم که خود دقتش هم خیلی مربوط به این هستش که دستگاهی که ما داریم باهاش میسنجیم این ارتفاع پرش رو سمپل فریکونسی بالایی داشته باشه که بتونه دقیقاً اون تایمی که ما داریم پرواز میکنیم رو هم برای ما اندازه گیری بکنه. خب مورد بعدی که معمولاً باهاش ارتفاع پرش رو اندازه گیری میکنن روش ایمپالس مومنتوم هست. حالا اینکه چجوری کار میکنه این روش ایمپالس مومنتوم، اولش که از قانون دوم نیوتن میاد که ما نیرو برابر حاصل ضرب جرم ضرب در شتاب هستش که حالا ما میتونیم شتاب رو به صورت تغییرات سرعت به تغییرات زمان در نظر بگیریم. خب که زمانی که ما بیایم این فرمول ها رو با هم دیگه میکسشون بکنیم میتونیم بیایم بنویسیم که F مساوی M ضرب در دلتا V و به روی دلتا T که ما دو طرف تساوی رو میتونیم در یک دلتا T ضرب بکنیم در تغییرات زمان و به ما فرمول پایین رو بده که حالا اینجا انتگرال ما نوشتیم به خاطر اینکه با نیرو داره به صورت یک تایم سریز کار میکنه و ما این مواردی که گفتم برای سادگی بود، برای یک لحظه بود، اما ما زمانی که داریم با تایم سریز کار میکنیم فرمول اون به این شکل میشه که انتگرال نیرو برآیند نیرو رو نسبت به زمان میگیریم از نقطه شروع تا نقطه پایان که برابر میشه با تغییرات سرعت ضرب در جرم. خب حالا ما بخوایم همین رو توی با داده فورس پلیتمون اندازه گیریش بکنیم به چه شکل میشه؟ به نقطه‌ای که با قرمز روشن نمایش دادم نقطه شروع ما هستش یا استارت ما هستش، جایی که ما روی زمین قرار داریم. نقطه‌ای که با سبز نشون دادم خدمتتون نقطه‌ای هستش که فرد به بیشترین سرعت عمودی خودش رسیده سنتر آف مسش. خب که این نمودار نارنجی هم نمودار سرعت هستش همونطور که می‌بینید که دقیقاً این موقعی که ما به حد اکثر سرعت میرسیم نقطه‌ای هستش که ما پامون داره از زمین جدا میشه. پس این روش به ما جامپ هایت 2 رو باز هم میده که دوباره ما حالا مواردی که داریم دیتایی که داریم رو وارد فرمول که بکنیم میتونیم انتگرال نیرو رو که VGRF منهای بادی ویت هستش رو نسبت به زمان بگیریم از لحظه شروع تا نقطه پایان که مساوی MV تیک آف هستش که ما میخوایم این سرعت رو به دست بیاریم منهای MV استارت. خب MV استارت خب شخص ثابت وایستاده بوده 0 هستش و ما میتونیم از این معادله حذفش بکنیم و در نهایت تیک آف ولاسیتیمون میشه نت ایمپالسی که به دست آوردیم تقسیم بر M که دوباره توی فرمول میذاریم سرعت رو به توان 2 میکنیم تقسیم بر 2G و میتونیم این جامپ هایت 2 مون رو ازش استخراج کنیم. خب حالا یک سری بخوایم از این روش استفاده بکنیم ابزارهای مورد نیاز ما هستش. ببین اولا که
این روش رو حتما باید داده نیرو داشته باشیم، پس ملزم به این هستیم که از فورس پلیت استفاده کنیم. پس یه ذره از نظر امکانات ممکنه برای ما سختی ایجاد بکنه. دوم اینکه باید وزن دقیقی رو هم ما به معادلمون بدیم و مثلا میگن که طرف 5 ثانیه قبل از شروع حرکتش بی حرکت وایسه و بعد تسک رو انجام بده که ما بتونیم یک وزن بدن خیلی خوبی رو هم ازشون استخراج بکنیم. و اینکه زمانی هم که ما نیاز داریم برای تایم تیک آف هم باید به دقت اندازه‌گیری بشه که حالا اگه خود از داده های GRF بخوایم استفاده بکنیم، معمولا میان مواقعی که کمتر از 10 نیوتن و 8 نیوتن هم گزارش شده رو به عنوان لحظه تیک آف در نظر میگیرن. یک مورد دیگه هم هستش که مورد دقیقی هم هست که میان نمودار فورس تایم رو زمانی که شما جدا شدید از فورس پلیت تقریبا نزدیک 0 قرار میگیره، اندازه‌ای که صفحه نیرو داره به شما نشون میده. 0.3 ثانیه از اونجا جدا میکنید، یه عددی بهتون میده، ضرب داره 5ش میکنید، یه آستانه‌ای به ما میده و اون آستانه رو ما میتونیم به عنوان زمان تیک آف در نظر بگیریم برای این روش. خب حالا مزایایی که میتونه برای ما داشته باشه اینه که دقتش از روش فلایت تایم بیشتر هسته، چون مشخصه که تحت تاثیر تکنیک های پرش و فرود قرار نمیگیره و طرف اگر حالا پاش صاف باشه و یا خمیده باشه هیچ تأثیری در نتیجه ما ایجاد نمیکنه. مشکلاتش هم این که از نظر محاسباتی ذره هزینه زیادی برای ما داره. گفتیم حساسیتش خیلی تحت تاثیر این هستش که شما زمان تیک آف و زمان تیک آفتون بتونید بهتر پیداش بکنید. و اینکه خود اون انتگرال گرفتنه ممکنه یک سری خطاهایی رو برای ما ایجاد بکنه اگر مثلا نویز دادمون یه ذره کم و زیاد باشه. و اینکه حتما هم زمانی که ما ازش استفاده می‌کنیم نیاز به صفحه نیرویی داریم که سامپل فریکونسی حدوداً 1000 تا 2000 رو به ما بده. خب مورد بعدی، روش محاسباتی بعدی که خدمتتون عرض می‌کنم روش دوبار انتگرال گیری هستش که باز هم ما با همون قانون دوم کار داریم که سیگما اف مساوی ام آ هستش. میایم زمانی که شتاب رو میتونیم از نمودار نیرو شتاب رو به دست بیاریم و ازش زمانی که انتگرال بگیریم از شتاب میتونه تغییرات سرعت رو به ما بده و دوباره اگر ما از اون انتگرال بگیریم میتونه تغییرات جابجایی رو به ما در اصل بده که مشخص کردم خدمتتون. به این نمودار بالایی که می‌بینیم دوباره سرعت هستش. این نموداری هستش که یعنی مکان سنتر آف مس افراد در هر لحظه رو داره به ما نشون میده. ببینید ما با این روش میتونیم جامپ هایت 1 رو اندازه بگیریم، یعنی زمانی که ثابت ایستادیم و تا زمانی که به اوج برسیم رو میتونیم حساب بکنیم که برابر میشه با حداکثر میزان جابجایی که سنتر آف مس این فرد داشته. روش هم هستش که 2 بار انتگرال گرفتن از زمان ایستادن تا زمان آخری که ما لندینگمون رو انجام میدیم و نسبت به زمان انتگرالش رو میگیریم و به علاوه یک h0 هم میکنیم که اینجا اصلا توی این فرمول زیادی هسته، چون h0 رو معمولا برای اینکه راحت تر بشیم ما برابر 0 قرارش میدیم، چون مبدأ رو همون جایگاه سنتر آف مس قرار میدیم در نقطه‌ای که وایسادیم. خب حالا این هم روش هزینه بری هستش برای ما، چون حتما باید فورس پلیت رو داشته باشیم و اینکه باز هم نیازمند سامپل فریکونسی خیلی بالایی هستیم ازش و اینکه دقیقاً نیاز داریم که زمان استارتمون، زمان تیک آف و زمان فرودمون رو یا لندینگمون رو به دقت هرچه تمام‌تر پیدا بکنیم. به عنوان مثال حتی زمانی که فرد ممکنه ایستاده باشه روی فورس پلیت و ما بخوایم اندازه مثلا وزنش رو بگیریم، اگر 1 کیلوگرم این وزن بالا پایین بشه ممکنه چندین سانتی متر در نتایج ما رو مورد تاثیر قرار. خب حالا این هم روش
خب حالا موارد خوبی که داره اینه که خب خیلی دقتش زیاد هستش، تمام جابجایی سنتر آف ماس رو میتونه اندازه گیری کنه، یعنی همون جامپ هایت 1 رو میتونه اندازه گیری کنه و اینکه اعتبار و پایایی خیلی زیادی داره و خیلی دیتاهای نزدیک به همون سیستم موشن کپچر رو هم میتونه به اون بده و متاسفانه محدودیتش اینه که از نظر محاسباتی خیلی سخت هستش، نیازمند اینه که ما فیلترهای خیلی درست و دقیقی روی دیتای فورسمون قرار بدیم که بتونیم از این روش استفاده کنیم و اینکه ارورهای کوچیک ممکنه در نهایت مشکل ساز بشن و اینکه خود سیگنال گراوند ریاکشن فورس همونطور که خدمتتون گفتم باید مهم باشه و دیتای کلینی هم از خود افراد بگیریم. خب حالا مورد بعدی هم که خدمتتون عرض میکنم روش محاسبه مستقیم ارتفاع پرش با موشن کپچر هست. روی افراد یک سری مارکرهایی رو نصب میکنن که ویدیو ازشون ثبت میشه، فریم به فریم میره جلو و محاسباتی رو ما بعدش انجام میدیم. سنتر آف ماس افراد رو طبق اون محاسبات به دست میاریم و در نهایت هم نمودار جابجاییش رو میتونیم حساب بکنیم که اینجا مشاهدهش میکنید و نهایت هم حالا ما به عنوان شاخصی که ازش میتونیم بگیریم جامپ هایت 1 هستش که میاد اختلاف حد اکثر ارتفاع فرد رو با زمانی که حالت ایستاده از همون اول بودش محاسبه میکنه و این رو به ما گزارش میده. و اینکه حالا دستگاهایی هم که مورد استفاده قرار میگیرن خدمتتون گفتم. مواد مفیدی که داره اینه که به عنوان گلد استاندارد استفاده میشه، معمولا روش‌های دیگر رو میان با این روش اعتبار سنجی میکنن و اینکه حتی ما زمانی که استفاده بکنیم از فورس پلت میتونیم داده‌های کینماتیک هم از افراد بگیریم. متاسفانه مشکلاتی که داره اینه که ستاپ کردنش خیلی سخته و اینکه خب نمیتونیم جابجاش بکنیم همینطوری ازش استفاده بکنیم و اینکه حالا برای فیلد هم مناسب که نیست و اینکه خود دیتایی که ما داریم به عنوان از موشن کپچر میگیریم هم وابسته به سمپل فریکوئنسیش هستش. یعنی معمولا توصیه میکنن که یه چیزی حدود 200 تا 250 هرتز باشه سمپل فریکوئنسی و زمانی که میخوام از موشن کپچر برای محاسبه ارتفاع پرش استفاده کنیم که داده های دقیق تری به ما. خب از نظر خود پایایی این روش معمولا که به عنوان گلد استاندارد قرار میگرفت، این جامپ هایتی که محاسبه میکنه با روش دوبار انتگرال گیری خیلی ارتباط بالایی با همدیگه دارن، یعنی ما هر کدوم از اینها رو میتونیم به جای همدیگه هم ازشون استفاده بکنیم و اینکه حالا یک سری مواردی مثل خود فیلتر کردن و اینکه ما مارکرها رو کجا نصب بکنیم ممکنه یه ذره ارور در داده در نتیجه‌ای که ما میتونیم ازش بگیریم ایجاد کنه. روش آخرم که خدمتتون عرض بکنم روش جامپ اند ریچ هستش. خب ساده ترین روش هست. ابتدا یک استندینگ ریچ داریم، زمانی که شخص ایستاده ارتفاع دست یک جایی رو با دستش تاچ میکنه، اون رو ما به عنوان استندینگ ریچ در نظر میگیریم، پرشش رو انجام میده و به نقطه اوجش میرسه که حالا میشه پیک ریچ. ما زمانی که این دوتا ارتفاع رو بیایم از هم دیگه کم کنیم میتونیم ارتفاع پرش رو محاسبش کنیم. و اینکه حالا یه سری مواردی رو باید از نظر دقت این روش خیلی تحت مراقبشون باشیم. اولا اینکه ممکنه خود شخص بیاد زمانی که میخواد یک نشانه ای رو تاچ بکنه دقیقاً نقطه‌ای که در اوج برسه رو نتونه اون رو تاچ بکنه. در نتیجه نیاز داره که شخصی که این کار رو انجام میده هماهنگی خیلی خوب توی پرش داشته باشه و اینکه معمولاً افرادی که تمرین کرده هستن خیلی بهتر میتونن عمل بکنن توی این تست و اینکه خب اعتبار خیلی کمتری هم نسبت به بقیه روش‌هایی که حالا روش تایم پرواز، روش ایمپالس مومنتوم و روش حالا دوبار انتگرال گیری داشتش داره. و اینکه حالا ما از این میتونیم توی فیلد استفاده بکنیم، اما متاسفانه برای مواردی که نیاز به دقت بالایی داره مثل کار پژوهشی بهتره که استفاده نشه. در نهایت یک خلاصه ای از موارد مثبت و منفی هر کدوم از اینها آوردم خدمتتون. روش ها رو میبینید، حالا فلایت تایم، پاس مومنتوم، دابل اینتگریشن و جامپ اند ریچ و موشن کپچر هستش که حالا بهش امتیاز داده شده
که ما با توجه به منابعی که در دسترس داریم و کاری که میخوایم با این روش ها انجام بدیم میتونیم بیایم با توجه به این رفرنس و این مقاله روش مورد نظرمون رو استفاده کنیم. خب در نهایت هم توصیه های عملکردی که ما بتونیم از این مقاله بگیریم این هستش که زمانی که ما میخوایم ارتفاع پرش 1 اندازه گیری بکنیم، بهترین روشی که میتونیم استفاده بکنیم ازش روش 2 بار انتگرال گیریه که نیاز به فورس پلیت داره. اگر نشد میتونیم با روش موشن کپچر هم استفاده بکنیم. برای ارتفاع پرش 2 بهترین روش ایمپالس مومنتوم بود که حالا باز هم نیاز به فورس پلیت داره و اینکه اگر نشد هم شما میتونید از زمان پرواز هم استفاده بکنید، حالا بستگی به مواردی که در دسترس دارید. یه سری مواردی هم که ما زمانی که میخوایم تست بگیریم رو باید در نظر بگیریم یا زمانی که میخوایم نتایج رو بیایم گزارش کنیم در مقالات یا کلا. ببین اولا که حواسمون باشه به فرد زمانی که میخواد بپره تست رو ازش بگیریم بگیم که تیک آف و لندینگ تو سعی بکن مثل هم بیا، برو بالا و فرود بیا. دوم اینکه از دستگاه استفاده نکنیم که سامپل فریکونسیشون خیلی پایین باشه، مخصوصا فورس پلیت که ممکنه دچار مشکل بکنه ما رو. و اینکه حتما باید گزارش کنیم که کدوم یک از این ارتفاعا رو ما اندازه گرفتیم، جامپ هایت 1 بوده یا جامپ هایت 2، که بعدها بتونن بهتر از این مواردی که به دست آوردیم استفاده بکنن. و اینم که شما زمانی که از یک متد میخواید استفاده بکنید بهتره که حالا هم به عنوان مربی و هم به عنوان محقق از یک متد استفاده کنید و در سر تا سر کاری که دارید انجام میدید و هم از همون استفاده بشه. و حالا خود این مقاله یک سری محدودیت‌ها و توصیه‌هایی برای مقالات آینده کردش. اولین محدودیتش این بودش که دیتاهای خیلی کمی روی دراپ جامپ انجام شده بود و اصلا روایی سنجی و اعتبار سنجی روش‌های محاسبه ارتفاع پرش با دراپ جامپ که توصیه کرده بود که بیایید و روش‌های مختلف رو با هم دیگه بررسی بکنید تا به یک نتیجه برسیم. مواردی هم که به مطالعات بعدی گفته اینه که دامنه ها و مرزهای بهتری برای فازهای مختلف پرش بیاید در نظر بگیرید. دوم اینکه دوباره همون جامپ هایت 1 و جامپ هایت 2 رو خیلی توجه کنید که چی میخواید درش گزارش بدید. و اینکه روایی سنجی دستگاه‌های کم قیمت مثلا میتونید با یه دونه IMU فرض کنید فقط بخواید ارتفاع پرش رو محاسبه کنید و اینها رو بهتره که بیاید روایی سنجیشون بکنید. و اینکه در مورد دراپ جامپ هم تحقیقات بیشتری انجام. خیلی ممنونم از اینکه همراهی کردید. امیدوارم که جلسه مثمر ثمر واقع شده باشه. اگر سوالی باشه من در خدمتم.